و منتج به درگذشت دانشجوی عزیز و بزرگوار و نخبه کشورمون شد. امیر محمد خالقی را تسلیت میگم، به خصوص به خانواده بزرگوار و صبور ایشون و اما خدمتگزاران مردم در مجموعه انتظامی کشور و خصوص در تهران و همچنین همکاری خوب دستگاه قضایی، اقدامات و پیگیری ها جواب داد و لطف خدا شامل شد. شب گذشته همکاران موفق شدند که دو نفر سارقی که در صحنه حضور داشتند به اضافه 3 نفر همدست دیگه را که در کار خرید و فروش و همچنین سایر سرقت‌ها اینا دست داشتن را دستگیر بکنند و هم به جزئیات اقدامشون اعتراف کنند و همچنین لپتاپ اون مرحوم هم کشف شده. تحقیقات تکمیلی توسط همکاران ما و همچنین سرپرست محترم دادسرای جنایی و سایر بازپرسان در حال انجام هست. انشالله اطلاعات تکمیلی رو در ساعات آینده به اطلاع مردم خوب و بزرگوارمون خواهیم رسوند. انشالله. خب من به انتشار هویت کامل اینها طبیعتاً بایستی که با مجوز قضایی باشد، ولی با اسم کوچیکی که از طریق معاون محترم دادستان تهران اعلام شد فعلا با همون اسامی بشناسید تا انشالله اخبار بعدی و در بازسازی صحنه اطلاعات تکمیلی رو به اطلاع برسونید. انگیزه اصلی هم همون سرقت بود؟ قطعی سرقت ولا غیر و هر حال همچنان هم برای سایر جرایم اینها در حال پیگیری است. خیلی متشکرم سردار محمدیان.